سلام، اینجا گیر بافت و به کانال من خوش اومدین. خب میخوایم امروز با هم دیگه یک کلاه ساحلی خیلی جذاب ببافیم. همونطور که میدونید بافت اولیه کلاه ها، مثلا این کلاه های ساحلی که با رافیا بافته میشه، اول با گرد بافیه. من یه توضیح کوچیک راجع به گرد بافی بدم بهتون. ببینید ردیف اول گرد بافی که خب یه دونه حلقه جادویی ایجاد میکنیم و توی حلقه جادویی میایم 10 تا پای بلند میبافیم. رج دوم روی هر کدوم از پای بلندامون میایم 2 تا پای بلند میبافیم. رج سوم یک در میون میایم اضافه میکنیم، یعنی یه دونه پای بلند میبافیم، روی دونه بعدی 2 تا پای بلند میبافیم. همینطوری تا انتها ادامه میدیم، یعنی یک در میون اضافه میکنیم. رج چهارم، ببینید از این به بعد هر کدوم از رجایی که میخوایم شروع کنیم به بافتن باید ببینیم رج قبلیش از چه پایه‌ای شروع کردیم. اگر رج قبلیش اولین دونمون یه دونه پای کوتاه داشت، یه دونه پای بلند داشت، باید شروع رجمون از 2 تا پای بلند باشه. خب که به خاطر اینکه این زاویه نگیره، برای اینکه زاویه نگیره و این گرد بافیمون کاملا گرد بشه برای کلاه، این کار انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی من رج سوم اول اومدم 2 تا پایه بلند بافتم و 2 تا تکی بافتم. توی رج چهارم که باید 3 تا پایه تکی باشه و یه دونه دوب باشه، اومدم چیکار کردم؟ اومدم اول 3 تا تکیامو زدم، بعد اومدم پای اضافه کردم، افزایشی بافتم. رو رج بعدی چون تو رج 3 اومده بودم اول 3 تا تکی بافته بودم، تو رج چهارم میام اول یه دونه 2 تایی میبافم و 4 تا تکی میبافم. پس حواستون باشه که برای شروع رجاتون پایه های افزایشیتون روی پایه های افزایشی رج قبل نیفته. خب من گرد بافی رو کردم. اندازه گرد بافی هم برای کلاه های ساحلی که میخوایم ببافیم بین 17 تا 19 سانت باید باشه. یعنی پهنای این گرد بافیمون باید بین 17 تا 19، بستگی به سن طرف و حجم موهاش داره. خب من اینجا حدود 18 سانت بافتم و من اندازه شوهای دایره من از 18 سانت برای من کافیه. خب 18 سانت گرد بافی میکنم و حالا میام شروع میکنم به بافت بدنه کلاهم. ببینید بافتم که این 18 سانت هم که تموم شد، یه تک زنجیره میزنم و رو تک تک زنجیره هایی که دارم یه دونه پای کوتاه میبافم. اما پای کوتاه هم از 2 تا لوپ نمیگیرم، از لوپ پشتی میگیرم. وارد میشم از لوپ پشتی و پایه کوتاه میزنم، وارد میشم از لوپ پشتی و پایه کوتاه میزنم. دور تا دور کلاهم و دور تا دور این دایرم و از لوپ پشتی، برای اینکه فاصله این دایره بالای سر و بدنه جدا بشه این کار رو میکنیم. پس از لوپ پشتی وارد میشیم و دونه دونه و تک تک پایه کوتاه میزنیم. خب من دور تا دور پایه کوتاه زدم از لوپ پشتی. حالا رسیدم به سر رج و الان یه پترن جدید داریم برای بافت بدنه کلاه. این پترنی که بهتون آموزش میدم شما باید 4 تا 5 رج ببافید تا اینکه کلاهتون حالت استوان، حالت کاسه‌ای بگیره و تا بالای ابروتون یا روی ابروتون به دلخواه خودتون بیاد. پس اول 1 2 3 تا زنجیره میزنیم سر رجم دیگه. 3 تا زنجیره میزنم، اولین زنجیره رو رها میکنیم، توی زنجیره بعدی کامبو میگه نخمو میگم دور قلابم، توی زنجیره بعدی از 2 تا لوپ وارد میشیم و یک پایه بلند میزنیم. یه تک زنجیره مجدد، یه زنجیره رو جا میذاریم تو زنجیره بعدی پایه بلند، یه تک زنجیره
یه زنجیره جا میذاریم، توی زنجیره بعدی پایه بلند، یه تک زنجیره، یه زنجیره جا میذاریم، از 2 تا لوپ وارد میشیم زنجیره بعدی و پایه بلند. خب اینو دور تا دور انجام میدیم و همینطور رجهاشو ادامه میدیم تا زمانی که به اون بلندی دلخواهمون برسیم که بلندیش میشه روی ابرو یا بالای ابرو، به دلخواه خودمون. اصولا بیشتر دنبال اینن که روی ابرو رو بگیره، ولی این دیگه کاملا دل بخواه برای شما. من این پترن رو میبافم، میرسم به سر رج که رسیدم، روی دومین زنجیره که دارم بست میزنم، مجددا 3 تا زنجیره میزنم و رو تمام این پایه ها پایه بلند میزنم تا برسم به اون بلندی کلاهی که خودم مد نظرمه و مجدد برمیگردم که ادامه بافت رو با هم دیگه آموزش بدم. خب من 4 رج 1 2 3 4 رج این پترنی که بهتون آموزش دادم و بافتم. ببینید من سانت بزنم، برای من شد یه چیزی حدود 17 سانت. ببینید اینو رو سرتون قرار میدین. خب این رو سرتون قرار میدین و انتهای این کار باید یا بالای ابروتون باشه یا روی ابروتون. من دوست داشتم روی ابروم باشه، پس تا روی ابروم بافتم. حالا پترن از اینجا به بعدش رو بهتون بگم چطوریه. از اینجا به بعد پترن کار به این صورته. اینجا که ما بست زدیم، یک پایه کوتاه میزنیم، بعدی پایه کوتاه 2 تا، بعدی پایه کوتاه 3 تا، بعدی پایه کوتاه 4 تا، بعدی پایه کوتاه 5 تا، بعدی پایه کوتاه 6 تا، هفتمی باید 2 تا پایه کوتاه بزنیم. پس 6 تا تک یه دونه 2 تایی، 6 تا تک یه دونه 2 تایی. حواستون باشه که از 2 لوپ بگیرید، 1 2 3 4 5 6 هفتمی 2 تا. خب این رجا تا انتها به همین پترنی که بهتون گفتم انجام میدیم. پس 6 تا تک یه 2 تایی، رج بعدی 7 تا تک یه 2 تایی، رج بعدی 8 تا تک یه 2 تایی، بعدی 9 تا تک یه 2 تایی، تا زمانی که 10 تا تک یه 2 تایی باشه. اینو میبافم و تا زمانی که 10 تا تک ببافم و یه 2 تایی. مجدد برمیگردم و ادامه کار. خب من لبه کلاه هم بافتم. همونطور که بهتون گفتم رج اول 6 تا تک بافتم یه 2 تایی، رج بعدیش 7 تا تک یه 2 تایی، بعدی 8 تا تک یه 2 تایی، بعدی 9 تا تک یه 2 تایی، بعدی 10 تا تک یه 2 تایی. در آخرم روی تمام پایه ها یه دونه تکی بیشتر نبافتم. به این صورت این کلاه خیلی جذابه، وقتی روی سر قرار میدین به این صورت حالت میگیره و شما میتونید این حالت رو با دستتون شکل بدید. خب اینم از نخ اضافهش من ریچیش کنم. اینم باید داخل کار. خب امیدوارم که از کلاه ساحلی این سری که با رافیا بافتیم هم لذت برده باشین، آموزش رو دوست داشته باشین. ممنون میشم که ویدیومو لایک کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و برای اینکه توی آموزش های بعدی هم همراه من و دلگرمی من باشید زنگوله رو بزنید. روز خوش.